شرک آخوند افراطی در توحید ربوبیت. به قوائم عرش نوشته است، نه یعنی اینجوری. به قوائم عرش نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. علی امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. لما خلق الله العرش کتب علی قوائمه، این سه جمله را لما خلق الله الکرسی کتب علی اکنافه، اینا لما خلق الله السماوات کتب علی اکناف السماوات لا اله الا الله. پیغمبر و علی بعد به عظمت که لما خلق الله شمس را نوشته است، به خورشید نوشته است، به جبال نوشته است، علا قلل الجبال نوشته است، علا سحاب نوشته است، علا مجارل انهار نوشته است، به ریز ریز و وجب به وجب عالم وجود نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. این یعنی چی؟ یعنی اینجوری نوشته؟ نه بابا، یعنی عالم وجود، مدیر خالقش، رازقش، مدیرش، مدبرش، حکیمش، مالکش، حاکمش خدای منان است، لکن به واسطه بکم فتح الله، بکم یختم الله، بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السما، بکم 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 بکم. یعنی عالم وجود رو سیبیل ولایت مولا علی میچرخه، این معنا شد. یعنی عالم وجود رو سیبیل ولایت مولا علی میچرخه، این معنا شد. یعنی عالم وجود رو سیبیل ولایت مولا علی میچرخه، این معنا شد. بینندگان گرامی، مشاهده نمودید که این آخوند افراطی با سفسطه گویی و سخنان بی سند چقدر در مورد امام علی رضی الله تعالی عنه غلو و افراط می‌ورزد که پیدایش و رزق و تدبیر هستی و همه صفات ربوبیت که مختص الله متعال هست را به علی رضی الله تعالی عنه نسبت می‌دهد و وجود این جهان را به خاطر امام علی رضی الله تعالی عنه می‌داند، در حالی که مشرکین مکه همچنین عقیده‌ای نداشتند، بلکه آنها فقط الله متعال را خالق و رازق و مدبر امور عالم می‌پنداشتند، چنانکه الله متعال می‌فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. و اگر از آنان یعنی مشرکین بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر گردانده است، به طور قطع میگویند الله. پس از توحید به کجا منحرف می شوند؟ الله متعال در مورد این آخوند و همفکرانش می فرماید بگو آیا به معبودانی که جز الله می‌خوانید توجه کرده اید؟ نشانم دهید چه چیزی از زمین را آفریدند و آیا در آفرینش آسمان‌ها مشارکتی داشتند؟ اگر راست می‌گویید کتابی که پیش از این نازل شده یا اثری از دانش پیامبران پیشین برایم بیاورید که ادعای شما را تایید کند.